یک، به زیر 18 سال جنس میدی، نر و ماده هم نداره، زنگ میزنه. دو، اول جنسو میگیری بعد پولو تحویل میدی. نه اشتباه شد، اول پولو میگیری بعد جنسو تحویل میدی. سه رو همیشه یادش میره فرامرز. میشه من یه چیزی بگم؟ داره فکر میکنه. فرامرز داره فکر میکنه، زنگ میزنه. میخوام بگم من کلا نمیخوام این کارو انجام بدم. چی؟ پولش کمه؟ زیادم هست. با فرامرز حال نمیکنی؟ شما عشقی. عاشق شدی؟ نه. پس مشکلت چیه؟ نمیخوام مواد پخش کنم کلا. فدا سرت، بیا برو تو بخش بسته بندی. کلا نمیخوام. قانون سوم. اومدن تو این کار با توه، رفتنت با ماست. آقا فرامرز اذیت نکن تو رو خدا. تو آقا فرامرز اذیت نکن بابا، تو رو خدا شاشش. چی میگی تو؟ ناگهان خری گفت و اینجوری شد که من فهمیدم پام گیره.